خب امروز رسیدیم به قسمت دوم از داستان سلمة ابن قیس. سلمة ابن قیس اشجعی. یادتون باشه گفتیم که عمر رضی الله عنه برای فتح این سرزمین هایی که قسمتی کردنشین بود و اهواز و اینها دنبال شخصی میگشت که این رو بفرسته برای اینکه بتونه اون سرزمین ها رو فتح بکنه در برابر اون شرایط ناامنی که در سرزمین های اسلامی پدید اومده بود. از اون نواحی می اومدن نیروهای مقابل یا نیروهای نیابتی، بتونه اونجا رو شرایطش رو امنیت برقرار بکنه. سلمة ابن قیس رو انتخاب کرد و با همراه تعدادی از سپاهیان مسلمانان و بهش هم گفت که وقتی شما رفتید این گونه عمل بکنید، درختان رو نکنید، مزارع رو آتش نزنید، کودکان رو نکشید، جنازه ها رو مصلح نکنید، تا میتونید جنگ نکنید، ولی اگر دیگه چاره‌ای جز جنگ نداشتید این گونه عمل بکنید. زیاده روی خدای نکرده نکنید، جنازه های کشته ها رو تکه پاره نکنید، مصلح نکنید، مثل اونچه که متأسفانه در اون زمان در بین جاهلین و مشرکین و غیر مسلمانان رواج داشت. این موارد خوب عمر نقل کرد و گفتیم که سلمة ابن قیس اشجعی در جنگ خیلی بزرگی تونست بالاخره پیروزی رو به دست بیاره و اون منطقه رو که در منطقه اهواز و قسمتی از مناطق کردنشین بود چیکار بکنه؟ تصرف بکنه و غنایم زیادی هم به دست آوردن. حالا وقتی که جنگ تموم شد گفتیم غنایم رو شروع کردن تقسیم کردن بین سپاهیان. رسم بر این بود که یک پنجم غنایم که به عنوان خمس غنایم هست، چون میدونید خمس در غنیمت جنگی هست و در مورد گنج در جای دیگه خمس وجود نداره. این بود که یک پنجم خمس غنایم جنگی رو یا همون یک پنجم رو میفرستادن برای دارالخلافه، اون بین امت مسلمان تقسیم میشد. اینا زمانی که اومدن شروع کردن غنایم رو تقسیم کردن، در بین این غنایم یک لباس خیلی گرانبها و واقعی ارزشمندی رو پیدا کردن. سلمة ابن قیس گفت ما این لباس رو برای امیرالمومنین عمر رضی الله عنه هدیه میفرستیم و همه سپاهیانشون گفتن باشه این خیلی خوبه، چون اگه ما بخوایم اینو بین خودمون تقسیم بکنیم که نمیشه، فایده هم نداره، از بین هم میره، ارزشش هم از بین میره و به عنوان یک چیز خوب، یک هدیه، خبر خوش، این رو هم با خبر خوش میفرستیم و هدیه‌ای برای امیرالمومنین عمر. خب سپاهیان هم همه قبول کردن، چون گفتیم که این جریان مشورتیه دیگه، فردی نیست، حق همه بود. همه گفتن باشه ما هم موافقیم که چنین کاری بشه. بالاخره ایشون اومد این لباس رو در یک صندوقی گذاشت، چون خیلی لباس گران قیمتی بود و یک فردی رو هم از قبیله خودش که خیلی فرد شجاع و جنگاور زرنگی بود، مردی از این قبیله بنی اشجع انتخاب کرد، گفت سریعا خودت به مدینه برسون با همراه غلامت کسی که همراه هستید و امیرالمومنین بشارت بده که ما تونستیم این مناطق رو فتح بکنیم و ضمناً این لباس رو هم به ایشون هدیه بده. خب این شخص میگه که عجیب غریب، حالا داستان خود داستان تعریف میکنه، داستان قابل تأمله. یعنی برخورد این به قول معروف سلمة ابن قیس در این داستان هدیه دادن و این شخصی که از قبیله خودش میفرسته که این هدیه رو برای عمر میفرسته، درش یک درس ها و پندها و عبرت های خاصی وجود داره. بذار ببینیم خودش تعریف میکنه این شخص. این شخص اشجعی، این مردی که از این قبیله بود، میگه من با غلام خودم رفتم به بصره و در اونجا بالاخره 2 سوار خوب خریدیم، وسیله راهوار خوبی خریدیم و بعد چون به ما پول داده بود سلمة ابن قیس که برای خودتون بگیرید بتون با وسیله خودتون سریعا برسونید و برای خودمون توشه و امکانات برداشتیم و به طرف مدینه حرکت کردیم به سمت مدینه و رفتیم تا اینکه رسیدیم به مدینه. رفتیم گفتیم دنبال عمر میگردیم و رفتیم امیرالمومنین رو پیدا کردیم و بالاخره دیدیم که بله امیرالمومنین در بین مسلمانان ایستاده و داره مواد غذایی رو تقسیم میکنه، در حالی که خودش به عصای خودش تکیه داده، مثل یک چوپانی که داره مثلا گوسفندان رو چگونه داره رعایت میکنه، حواش به همه هست، ایشون هم کاملا حواسش جمع هست. بحث راعی و رعیتی که در شریعت مطرح میشه و داشت مثلا میگفت فلانی به این اینقدر پیمانه بده، به این اینقدر پیمانه بده که حق و حقوق همه رعایت بشه، مواد غذایی داده بشه، به فلانی گوش بیشتر بده، به فلانی آرد بیشتر بده، به فلانی مثلا از این غذا خورش بیشتر بده و داشت بالاخره مواد غذایی رو توزیع میکرد. و بالاخره اونجا کاملا نظارت دقیق عمر دیگه. این یک واقعیت دیگه. میگه من رفتم پیششو، گفتش که بشین، من هم نشستم. میگه من هم در یه گوشه بالاخره بین مردم نشستم و برای من هم غذا آوردند و گفتن خب برای اینم غذا بده، غذا بخوره. اون سر میشن غذا تو تقسیم میکردن. میگه
من هم غذا خوردم و وقتی که همه مردم بالاخره فارغ شدن از غذاشون و فلان، بعد گفت که به اون یرفع که غلامش بود، کسی که براش کار میکرد، که گفتش که بلند شو که بریم. حالا بلند شو بریم و میگه بلند شد، منم دنبال ایشون راه افتادم. کار تموم شده، به هم غذا داده شده، ما هم راه افتادیم و وقتی که وارد خونه حضرت عمر شدیم بهش گفتم که وارد خونه شد، اجازه میدید منم وارد خونه بشم؟ بعد من اجازه داد. بعد میگه که دیدم که برای یک به قول معروف زیراندازی از مو که هست ایشون نشسته تو خونش و یک بالشتی هم داره که این بالشت مثلا با لیف خرما و اینجور چیزا پر کرده، چیز خیلی ساده و زاهدانه بیش از اندازه. بعد میگه ایشون تکیه داده بود و بعد پشت سر ایشون هم خب یک ستر پارچه‌ای بود و صدا زد همسر خودشون ام کلثوم دختر حضرت فاطمه و دختر حضرت علی رضی الله عنه رو، گفت که ام کلثوم این غذای ما هست یا به فکر غذای ما باشید، بالاخره هوای ما رو داشته باشید. به این صورت من با خودم گفتم که خب چه اتفاقی خواهد افتاد. نکنید نکته اینجا بود که اونجا که اینا نشسته بودن غذا رو بین همه تقسیم کردن، اون مقداری غذا خورده بود ولی خود عمر اینا غذا نخورده بودن. غذا رو بین مردم تقسیم کرد و بالاخره گوشت و آرد و برنج و هر چی که بود و فلان، ولی خود عمر نخورد. به ام کلثوم گفت غذای منو بیارید. غذا رو با خودم گفتم که این غذای عمر امیرالمومنین چه غذایی میخواد باشه؟ اون مردم اینجوری غذایی داد، خودش چی میخواد بخوره؟ میگه غذا رو آورد، دیدیم یک تکه نون هست با یه ذره روغنی که تکه نمک نکوبیده هم کنارش بوده. بعد عمر رو به من کرد گفت تو هم بخور از این غذا. من اطاعت کردم، شروع کردم از این خوردن و عمر میگه قشنگ میخورد، من ندیده بودم کسی تا به حال با این لذت یک چنین غذایی رو بخوره. بعد من با خودم گفتم واویلا چطوری میتونه عمر اینو بخوره این غذا رو؟ بعد گفت برام نوشیدنی بدید و میگه قدحی از نوشیدنی آوردن، از نوشیدنی که از جو درست میشد، مثلا یک شربتی چیزی از جو درست میشد و گفت به این مرد هم بدید بخوره، اول به این بدید. میگه دادن به اون و من خوردم و من نوشیدم. دیدم با خودم میگفتم الان این نوشیدنی، حالا اگه غذا اینجوری بود نوشیدنی دیگه نوشیدنی خیلی عالی و مثلا لذیذ و گرانبهاییه، ولی میگه وقتی گرفتم دیدم با ویلا این که دیگه هیچی نیست اصلا، یعنی خیلی نامرغوب و خیلی از چیز ارزانی و فلان. بعد میگه منم وقتی گرفتم خوردم از این و بعد دنباله اون رو گرفت، ولی میگه خیلی بهم لذت داد دست اینی که از اون نوشیدنی خوردم، چرا که اینجا دیگه در محضر عمر هست. میگه خود عمر هم گرفت از اون نوشیدنی خورد و بعد دعا کرد الحمدلله الذی اطعمنا فاشبعنا و سقانا فاروانا، شکر خدایی که ما رو غذا داد، ما رو سیر کرد، ما رو نوشانید و بالاخره تشنگی ما رو برطرف کرد. میگه حالا که اینجوری شد من رو به عمر کردم و گفتم که من یک پیامی رو برای شما آوردم، رساله چیزی. گفت عمر رو من کرد خب از جانب کی این پیام رو آوردی؟ گفتم از جانب سلمة ابن قیس آوردم. و خب گفت خیلی خوش آمدی، تو بالاخره نماینده و سفیر سلمة ابن قیس هستی، چی هست داستان از سپاه مسلمانان؟ میگه گفتم همونجوری که شما دوست داشتید یا امیرالمومنین به صحت و سلامتی، الحمدلله ما پیروز شدیم بر دشمنان خدا و پیروزی نصیب ما شد و من اون پیروزی رو بشارت دادم به ایشون و خبر دادم که چه شده شرایط جنگی رو همه رو تعریف کردم. عمرم گفت الحمدلله و شکر خدا کرد و کمی تعریف کرد و گفت الحمدلله خداوند واقعا این همه جانب الله بوده. و بعد من برای ایشون تعریف کردم، گفتم که خب چی شده؟ و گفتم بالاخره میگه آیا به بصره هم رفتی؟ گفتم بله من به بصره هم رفتم. گفت اوضاع مسلمان ها در بصره چگونه بود؟ گفتم اوضاعشون خوب بود. گفت قیمت ها چجوری بود؟ جای قیمت ها زیاد نشده بود، گرونی نبودش؟ گفتم نه قیمت ها کاملا ارزان بود، زندگی مردم در رفاه بود. گفت گوشت چطوری بود؟ آیا چون میدونید گوشت عرب ها خیلی براشون مهم بود. گفت گوشت چگونه بود؟ چون میدونید که گوشت عرب بدون گوشت هم براش زندگی خیلی سخت بشه یا گرون بشه. گفتم نه الحمدلله گوشت هم فراوان بود، مواد غذایی هم فراوان بود، مشکلی نیست. بعد رو به من کرد گفت خب اینی که با خودت همراه آوردی این جعبه، این صندوق، داستان این صندوق چیه؟ گفتم خب خدا به ما پیروزی داده، بر دشمنمون پیروز شدیم و غنایم به دست آوردیم و سلمه این رو فرستاده، یک لباس گرانبهایی است که در اون پیروزی به دست ما اومده و با سپاهیان مشورت کرد و گفت ما اینو بخوایم بین خودمون تقسیم کنیم به کسی چیزی نمیرسه، بیاین اگه راضی میشید بدین به امیرالمومنین. من براش تعریف کردم ماجرا رو، اون هم قبول کردن.
میگه تا من این صندوق رو دادم به عمر در صندوق رو باز کرد، نگاه کرد به این لباس گرانبهای قرمز و زرد و سراسر مثلا جواهرالات و چیزهایی بود. یه دفعه عمر میگه از سر جاش بلند شد و دستش رو به پشتش گرفت، کمرش گرفت و میخواست به گونه‌ای که بیفته روی زمین و میگه اصلا هر چه دستش بود چپ و راست افتاده. این خب مهرهایی هم روی این لباس بود. زنانی که میگه تو اون خونه بودن فکر کردن که خدایی نکرده من قصد ترور عمر رو دارم. یه دفعه میگه اینا از پشت اون ستر و پرده اومدند و بیرون که چی شده فلان. عمر گفت رو به من کرد جمع کن اینا رو. صحنه خیلی، یعنی عمر در یک حالتی قرار گرفت گویی که مثلا بهش حمله شده. جمع کن اینها رو. بعد میگه که بعد رو به غلامش یرفع کرد، گفت بزن اینو بزن، طوری بزن تا دردش بگیره، حالش جا بیاد. میگه من شروع کردم جمع کردن از ترس و اون غلام عمر من میزد. میگه من گفت بلند شو تو اصلا سزاواری نبودی، بعد اومدی تو جایی نیست، پاشو برو. میگه با رفتار خیلی تحقیرآمیزی من بیرون کرد و بعد گفت برو. با خودم گفتم که چیکار کنم، اجازه بدید حداقل من یک مرکبی چیزی بدید که من بتونم با غلام خودم به اون سرزمین برم. بعد به غلام گفتش که بله، به رفقا دو تا از حیوانات صدقه‌ای که در بیت المال هست، یکی به این یکی به شوهرش، چه میگم به غلامش بده که این بره اونجا. ایشون میگه من وقتی که بالاخره کارهامو تو مدینه انجام دادم و فلان و من هم حرکت کردم و گفتش که اینو برگردون به خود این سلمت ابن قیس. منم گفتم چشم امیرالمومنین. و من اصلا گفتم نیاز ندارم، چه کار داری شما میکنید، این چه رفتاری هست؟ میگه بالاخره رو به من کرد، گفت نگاه بکن اینو بین سپاهیان تقسیم میکنید. اگر اینو بین سپاهیان تقسیم نکنید به عدالت، دیگه هیچی به هیچی. وگرنه من میدونم و شما. میگه من رفتم و بالاخره بدون درنگ خودم رو رسوندم به سلمت ابن قیس و گفتم بابا تو چی کار کردی؟ آدم قد بود منو بفرستی؟ و داستان رو براش تعریف کردم که چه اتفاقی افتاده و از ترس دیگه سلمت ابن قیس میگه بلافاصله همه اینو تقسیم کرد بین سپاهیان که مبادا خشم عمر رضی الله عنه شامل حالش بشه. تا روز دیگه و جلسه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.